سلام. اگر به تازگی از یک رابطه عاطفی بیرون اومدین و دارین دوران جدایی رو پشت سر میگذارید و میخواید بدونید که چه کارهایی باید انجام بدین که بتونید خودتون رو زودتر پیدا بکنید و به زندگی عادی برگردید و حالتون خوب بشه، امروز میخوام تو این ویدیو بهتون راهکارهایی رو معرفی بکنم که بتونید با استفاده از اونها، نمیخوام بگم به آدم تبدیل بشید که قبل از اون رابطه بودید، بلکه بتونید حتی به آدم بهتری تبدیل بشید و درس‌هایی که از اون رابطه گرفتید و بتونید ازش استفاده بکنید برای اینکه در روابط بعدیتون خیلی موفق‌تر عمل بکنید. پس لطفاً با من همراه باشید. اولین کاری که باید انجام بدیم این هستش که صبور باشیم. صبوری در زندگی یک ضرورت محسوب میشه. ما هر برنامه و هر کاری که برای زندگی خودمون بخوایم انجام بدیم، به هر هدفی که بخوایم برسیم، بایستی که یک تایمی رو براش در نظر بگیریم و در اون تایم تلاش بکنیم. بنابراین جدایی هم مثل هر پروسه دیگه نیاز به زمان داره. هیچ شورتکات یا میانبری وجود نداره. شما یک شبه قرار نیست که حالتون خوب بشه. بنابراین بایستی با خودتون صبور باشید. و این رو هم در نظر بگیرین که جدایی همیشه میتونه سخت باشه. اینکه شما در یک رابطه نامناسب و ناسالمی بوده باشید، یک رابطه سمی بوده باشه که به شما آسیب‌هایی زده باشه، یا اینکه اصلا یک رابطه ناسالم و رابطه سمی نبوده اما دو نفر برای هم مناسب نبودید و بعد از مدتی به این نتیجه رسیدید که جدایی میتونه تصمیم بهتری براتون باشه. در هر صورت در دوران جدایی ممکنه که شما احساسات مختلفی رو تجربه بکنید. ممکنه که گاهی وقتا اون بازی‌های ذهنی که برای ما به وجود میاد باعث بشه که دلایلی که در واقع برای اون تصمیم داشتیم در ما کم رنگ بشه. گاهی وقتا یاد اتفاقات خوب رابطه بیفتیم، لحظات خوبی که توی رابطه داشتیم. اینها باعث بشه که در واقع ما احساس بکنیم تصمیممون تصمیم درستی نبوده یا بخوایم دوباره برگردیم به اون رابطه. اینجور مواقع بعضی از افراد برای اینکه اون احساس تنهایی و اون در واقع بالا پایین شدن‌های احساسی رو نمیتونن تحمل بکنن، سریعا راهکارشون این هستش که وارد یک رابطه دیگه بشن. احتمالاً رابطه درستی رو انتخاب نمیکنن اینجور مواقع. بنابراین صبور بودن میتونه شما رو از اینکه وارد یک رابطه اشتباه دیگه بشید هم محافظت بکنه و در واقع به شما این فرصت رو بده که روی خودتون کار بکنید و در واقع اون زمانی که لازم دارید رو به خودتون بدید برای اینکه کاملا از اون احساسات و اون مسائلی که توی رابطه قبلی براتون به وجود اومده پاک بشید و بعد بتونید انتخاب بهتری رو داشته باشید برای رابطه بعدیتون. دومین کاری که باید انجام بدیم این هستش که سعی کنیم نشخوار فکری نکنیم. گاهی وقتا هجوم افکار منفی به ما انقدر فشار میاره و ما انقدر غرق افکار منفی میشیم که یه دفعه به خودمون میایم میبینیم احساس خیلی بدی داریم، افسرده شدیم و واقعا نمیتونیم از زیر بار اون احساسات منفی بیرون بیایم، نمیتونیم از زندگیمون لذت ببریم، روی کارهامون نمیتونیم تمرکز بکنیم. توصیه من بهتون این هستش که اولا توجه داشته باشین به زمانهایی که بیشتر شما غرق در واقع افکار منفیتون میشین. احتمالاً زمانهایی از روز هستش که درگیر کار و فعالیتی نیستین، در واقع کار روزانه‌تون رو انجام دادین. سعی کنید که توی اینجور مواقع یک کاری داشته باشین انجام بدین و مشغول یک کاری باشید. من نمیگم احساساتتون رو سرکوب بکنید، افکارتون رو سرکوب بکنید، بلکه اگر نمیتونید اونها رو مدیریت بکنید بهتر هستش که به یک روانکاو مراجعه بکنید و با در واقع کمک حرفه‌ای گرفتن بتونید نسبت به افکار خودتون آگاه بشید و این خیلی خیلی به شما کمک میکنه، به خاطر اینکه متوجه میشین که افکارتون تا چه حدی واقع بینانه و درست هستن. اون احساسات منفی که در نتیجه این افکار برای شما به وجود میاد رو میتونید مدیریت بکنید و خیلی شناخت بهتری میتونید نسبت به خودتون پیدا بکنید و اینکه روی رابطتون بایستی که مطالعه بکنید اینکه چه اتفاقاتی واقعا افتاده که باعث شده که رابطه به اینجا برسه. آیا انتخابتون انتخاب غلطی بوده؟ چه چیزی باعث شده که شما در واقع سراغ یه همچین رابطه‌ای برین؟ به رابطه‌های قبلیتون هم نگاه کنید. آیا الگوی مشترکی توی روابطتون می‌بینید؟ آیا توی ارتباطاتی قرار می‌گیرید که افراد دارای یک سری ویژگی‌های مشترکی هستن؟ چه چیزی در شما وجود داره که شما یه همچین افرادی رو انتخاب می‌کنید؟ آیا شما اون هشدارها و در واقع اون رد فلگ هایی که توی رابطه وجود داره رو نادیده میگیرید یا اصلا متوجهش نمیشین؟ چه اتفاقی میفته که شما دچار این حالت میشین؟ آیا شما فرد وابسته‌ای هستین؟ آیا وابستگی ناسالم دارید؟
آیا شما فردی هستین که خشم و عصبانیتتون رو نمیتونید به خوبی کنترل بکنید؟ آیا ترس از رها شدن دارید؟ به محض اینکه یک نشونه‌هایی رو در طرف مقابلتون میبینید که احساس میکنید میخواد از رابطه با شما بیرون بره، شما اضطرابتون اونقدر بالا میره که در واقع دست به یک سری واکنش‌های هیجانی میزنید و اتفاقا این کار باعث میشه که اون فرد سریعتر از رابطه با شما بیرون بره. آیا شما فردی هستین که خط قرمزها رو به خوبی ترسیم نمی‌کنید یا به اندازه کافی پافشاری روی خط قرمزهاتون نمی‌کنید و در واقع این باعث میشه که افراد از مرزهای شما عبور بکنن و به شما آسیب بزنن؟ آیا مشکل بی‌اعتمادی یا شک و بدبینی دارید؟ همه اینها چیزایی هستن که اگر حل نشن شما وارد هر رابطه‌ای که بشید به وجود میاد و در واقع همینها باعث میشه که اون رابطه برای شما تموم بشه و اون رابطه به خوبی پیش نره. بنابراین دوران جدایی بهترین فرصت هستش که شما روی همه اینها کار بکنید، به خاطر اینکه این اطلاعات تازه هستن و به قول معروف تنور داغه و شما الان متوجه هستین به خوبی که چه مسائلی وجود داره در شما که باعث میشه حالا یا خودتون کارهای اشتباهی انجام بدین یا اینکه انتخابتون انتخاب اشتباهی هست و احساسات شما الان روی سطح قرار گرفتن و شما نسبت به اونها خیلی دسترسی بیشتری دارین و میتونید در واقع به شناخت بهتری نسبت به خودتون برسید. سومین کاری که میتونیم برای خودمون انجام بدیم این هستش که سعی بکنیم یک هدفی رو برای خودمون تعیین بکنیم که به ما احساس این رو بده که داریم یک کار با ارزش و معنادار انجام میدیم و به ما احساس توانا بودن بده. این خیلی مسئله مهمی هستش که ما احساس بکنیم یک کار با ارزشی داریم انجام میدیم و یک فرد مفیدی هستیم در زندگی خودمون. برای اینکه بفهمیم چه کاری بهتر هستش که انجام بدیم، بهتره که اول یک نگاهی به حیطه‌های مختلف زندگیمون داشته باشیم. به طور کلی زندگی ما از حیطه‌های مختلفی تشکیل شده. حیطه سلامت ما که در واقع سلامت جسم ما و سلامت روان ما رو شامل میشه، حیطه شغل و کار ما، حیطه اهداف مالی ما و درآمدزایی ما، حیطه تفریح ما و حیطه روابط ما که هم شامل روابط خانوادگیمون میشه، هم شامل روابط اجتماعی و عاطفیمون میشه. بنابراین یک نگاهی بکنیم به این حیطه‌های زندگیمون و از خودمون سوال بکنیم که کدوم یکی از این حیطه‌های زندگیمون نیاز به این داره که ما یک کاری روش انجام بدیم. معمولا افرادی که حالشون خوبه در زندگی آدمایی هستن که روی همه این حیطه‌هایی که نام بردم یک فعالیت‌های انجام میدن و یک تعادلی توی تمام این حیطه‌های زندگیشون برقرار میکنن و از هر کدوم از این حیطه‌ها 1% حال خوب رو به دست میارن. به طور کلی باید بگم که حال خوب ما نباید فقط محدود به حیطه رابطه عاطفی ما بشه. ما اگر بخوایم تمام حال خوبمون رو از رابطه عاطفیمون بگیریم، به محضی که اون رابطه عاطفی خراب بشه واقعا ما به صفر میرسیم و حالمون خیلی خراب میشه. اما اگر ما از هر کدوم از حیطه‌های زندگیمون در واقع 1% حال خوب رو به دست بیاریم، از درآمدزاییمون، از شغلمون و پیشرفتایی که تو شغلمون میکنیم، از روابط اجتماعیمون، از روابط خانوادگیمون، از تفریحمون، سفرهایی که میریم، از سلامتیمون، ورزشمون، همه اینها میتونه به ما درصدی حال خوب بده. اگر شما روی این حیطه‌های زندگیتون هم کار بکنید، وقتی که رابطه عاطفیتون خراب بشه 20%، 30% فوقش حال شما خراب میشه. شما هنوز 60-70% حال خوب از حیطه‌های دیگه زندگیتون به دست میارید و همون به شما کمک میکنه که شما بتونید سر پا باشید توی زندگیتون و بتونید دوباره خودتون رو پیدا بکنید و به راه خودتون ادامه بدید. بهتون توصیه میکنم توی همچین مواقعی از خودتون سوال بکنید که تو کدوم یکی از این حیطه‌ها اگر یه کاری انجام بدید حال شما رو میتونه خوب بکنه. مطمئن باشید که جوابش رو میدونید. ممکنه شما فردی هستین که باید روی استقلال مالیتون کار بکنید. اگر درآمدتون رو افزایش بدید حالتون بهتر میشه. فکر کنید که چه کارهایی میتونید برای درآمدزاییتون انجام بدین که درآمد بیشتری داشته باشین. اگر حیطه سلامتیتون هست، مثلا شما کسی هستید که اضافه وزن دارید و این مسئله شما رو ناراحت میکنه و اگر که شما اضافه وزنتون رو پایین بیارین حالتون بهتر میشه، سعی کنید یک برنامه‌ریزی برای این انجام بدین که در واقع اضافه وزن خودتون رو پایین بیارید. نیاز نیست قدم‌های خیلی بزرگ بردارید، همین که از منطقه امن خودتون بیرون بیایید و شروع بکنید اولین قدم‌ها رو بردارید. خیلی میتونه به شما احساس خوبی بده و به شما این حس رو بده که دارید یک کار معنادار انجام میدید، یک کار با ارزش دارید انجام میدید و این واقعا میتونه بعد از یه مدت کوتاهی حال شما رو خوب بکنه و شما دوباره تبدیل بشید به فردی که بتونید از زندگیتون لذت ببرید و در این حال
باید این رو هم بگم، فردی که توی این حیطه‌های مختلف زندگی در واقع حال خوبی داره، وقتی که بخواد دوباره وارد یک رابطه جدیدی بشه، قطعا انتخابش انتخاب بهتریه، به خاطر اینکه انتخابش رو از روی اینکه حالا احساس تنهایی و پوچی و اینکه یک نفر بیاد احساس تنهاییش رو از بین ببره یا اینکه یک نفر بیاد اون خلأ درونیش رو پر بکنه انتخاب نمیکنه، بلکه به تنهایی خودش زندگی خوبی داره، از زندگیش راضیه، خوشحال از زندگیش و میخواد بره توی یک رابطه جدید برای اینکه در کنار اون فرد رشد بیشتری رو تجربه بکنه. و آخرین قدم که باید برای خودمون برداریم بخششه. بخشش اول باید در مورد خودمون صورت بگیره و بعد طرف مقابلمون. ما خیلی وقتها خودمون رو نمیتونیم ببخشیم. بعد از اینکه یک رابطه‌ای تموم میشه انقدر فکر میکنیم در مورد اینکه چرا اصلا این انتخابو کردیم، چرا وارد این رابطه شدیم، چرا زودتر متوجه نشدیم و از رابطه بیرون نیومدیم، چرا اون رد فلگ ها یا پرچم های قرمز رو بهش توجه نکردیم. خودمون رو زیر این سرزنش ها و سوالاتی که دائما از خودمون میپرسیم احساس شکست رو بارها و بارها به خودمون میدیم. اما من میخوام اینو بهتون بگم که شما زمانی که وارد اون رابطه شدین، حالا هر زمانی که بوده، اولا دانشی که الان دارید رو اون زمان نداشتید نسبت به اون فرد، نسبت به خودتون، نسبت به اتفاقاتی که ممکنه بیفته. بنابراین شما بر اساس دانش و آگاهی که در اون زمان داشتید در واقع عمل کردید. و دوم اینکه تصمیماتتون همه بر اساس نیازها و احساساتی بوده که در اون زمان داشتید و خب الان قطعا احساساتتون تغییر کرده و نگاهتون تغییر کرده و یا اینکه شرایط به مرور زمان تغییر کرده. شما در ابتدای رابطه نمیدونستین که شرایط قرار به چه صورتی تغییر بکنه. زندگی چیزی نیست که پیش بینی پذیر باشه یا گارانتی در این زمینه وجود داشته باشه. خیلی از روابط ممکنه خیلی هم خوب شروع بشن اما به هر حال شرایط تغییر بکنه و در نهایت جدایی تصمیم بهتری باشه. بنابراین باید دست از سرزنش کردن خودتون بردارید و با خودتون همدردی داشته باشید و بتونید خودتون رو ببخشید. و دوم اینکه نسبت به طرف مقابلتون همین بخشش رو باید داشته باشید. بخشیدن طرف مقابل در درجه اول به خاطر خودتونه، برای اینکه خودتون آرامش پیدا بکنید. اگر شما نتونید اون فرد رو ببخشید و در واقع خودتون رو زیر بار اون فشار در واقع احساسات منفی قرار بدید، هم حالتون خیلی دیرتر خوب میشه و هم اینکه اگر بخواید وارد یک رابطه دیگه بشید شما با اون کوله بار احساسات منفی و سمی وارد اون رابطه میشید و این میتونه توی رابطه بعدیتون هم تاثیر بذاره. اولا که نمیتونید احتمالاً انتخاب درستی داشته باشید، روی انتخاب درست شما تاثیر میذاره. ثانیاً اونها رو دائما نسبت به طرف مقابلتون بروز میدید و میتونه توی رابطتون اثر بدی بذاره. در نهایت این رو بدونید که بخشیدن برای اینه که خودتون آرامش پیدا بکنید و لطف بزرگیه که به خودتون میکنید. خیلی خوشحالم از اینکه تو این ویدیو با من تا اینجا همراه بودید و امیدوارم که از مطالبی که گفتم بتونید استفاده بکنید و تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدا بزرگ میسپارم.